میدونستی یه کلمه توی آلمانی وجود داره که هم معنی او میده، هم آنها، هم شما؟ بله، کلمه زی. امروز میخوایم با هم دیگه ضمایر شخصی یا پرسونال پرونومن رو به آلمانی یاد بگیریم با کمک فعل زاین به معنای بودن که از مهمترین فعلاست. سلام، من پرنیان هستم از تیم وربو. با من همراه باشین. اول از همه بریم سراغ ضمایر مفرد. من به آلمانی میشه ich. تو میشه دو. و برای او سوم شخص مفرد ما 3 تا جنسیت داریم. او زمانی که مذکر باشه میشه er. زمانی که مؤنث باشه sie. و اگر خنثی باشه es. یه مرور کوچیک. ich، du، er، sie، es. حالا میریم سراغ ضمایر جمع. ما میشه wir. شما میشه ihr. و آنها میشه sie. علاوه بر زی سوم شخص جمع که به معنی آنهاست، ما یک زی دیگه هم داریم که همیشه با حرف بزرگ نوشته میشه و صرف فعلش مثل همون سوم شخص جمعه. کاربردش چیه؟ زمانی که ما میخوایم یک فرد یا چند نفر رو محترمانه و رسمی خطاب قرار بدیم میتونیم ازش استفاده کنیم. توی بخشای بعدی به تفاوت اینا میپردازیم تا کامل متوجه بشین و کاربردشون رو بدونین. برای درک بهتر و یادگیری پرسونال پرونومن یا ضمایر شخصی که الان دربارشون صحبت کردیم، ما میخوایم بریم سراغ فعل زاین به معنای بودن. این فعل یکی از پرکاربردترین افعال زبان آلمانیه و ما حتما باید اون رو بلد باشیم. نکتهش اینه که این فعل بی‌قاعده است و ما باید صرفش رو یاد بگیریم و حفظ کنیم. همونطور که توی تصویر میبینید، ich bin، من هستم. Du bist، تو هستی. Er، sie، es ist، او است، مذکر مؤنث و خنثی. Wir sind، ما هستیم. ihr seid، شما هستید. و sie محترمانه با اس بزرگ sind. برای اینکه راحت تر حفظ کنین دقت کنین که er، sie و es سوم شخصای مفرد به معنای او همشون به یه شکل صرف میشن er، sie، es ist. و همچنین ضمیر ما و آنها هم به یه شکل صرف میشن wir sind، sie sind. حالا اگر محترمانه هم صحبت کنیم دقیقاً همین شکلی صرف میشه، یعنی sie با اس بزرگ، sie sind. یه مرور کنیم با هم. Ich bin، du bist، er، sie، es ist، wir sind، ihr seid، sie و sie با اس بزرگ sind. بریم تک تک ضمایر رو با مثال تمرین کنیم. Ich bin پرنیان، من پرنیان هستم. اینو توی معرفی خودمون توی درس قبل یاد گرفتیم. Du bist Sarah، تو سارا هستی. Er ist schön، schön در زبان آلمانی یعنی زیبا. او مذکر زیباست. Sie ist schön، او مؤنث زیباست. Es ist schön، اون زیباست. Wir sind Freunde، ما دوست هستیم. Ihr seid nett، شما به منظور شماها چون یک جمعیه، شماها مهربان هستید. و Sie sind nett، آنها مهربان هستند. حالا وقتشه بفهمیم که ما چطوری این 3 تا زی رو از هم تشخیص بدیم. یک دونه زی به معنای او مؤنث، یه زی به معنای آنها و یک زی به معنای شما زمانی که می‌خوایم رسمی صحبت بکنیم و طرف مقابلمون یا جمع مقابلمون رو خطاب قرار بدیم. برای تشخیص ما فقط به خود کلمه نگاه نمی‌کنیم، بلکه به فعلمون و به مفهوم جملمون هم باید دقت کنیم. به این مثال نگاه کنین. Sie ist Studentin، کلمه Studentin میشه دانشجوی مؤنث. فعلمون هم برای او صرف شده، پس Sie ist Studentin منظور ما اوه، یعنی او مؤنث دانشجوه.
توی جمله دوم ما داریم Sie sind Studenten. Studenten میشه دانشجویان. فعل ما هم جمع هستش، یعنی آنها دانشجو هستند. همین جمله اگر توی مفهومی باشه که ما داریم یک گروهی رو خطاب قرار میدیم و باشون رسمی حرف میزنیم، معنی شماها دانشجو هستید هم میده. شاید در ظاهر خیلی پیچیده به نظر بیاد، ولی زمانی که ما یک متنی جلومون باشه یا مکالمه ای رو میشنویم که مفهومش رو متوجه میشیم، به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که این زی که داره گفته میشه زی رسمیه یا زمانیه که درباره یک گروه دیگه، یک آنهایی داریم صحبت میکنیم. پس به مفهوم و کلمات خیلی دقت کنین. حالا برای تمرین توی کامنت ها برامون بنویسید من جای خالی هستم با کمک اسمتون و تو وربو هستی. امیدوارم همه چیزو خیلی خوب یاد گرفته باشین. اگر سوالی داشتین برامون توی کامنت ها بنویسین و برای آموزش‌های بیشتر به وبسایت وربو مراجعه کنین. تا ویدیوی بعدی، چیس!